درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من. خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدم کنار همدیگه شیرینی نوروزی درست کنیم. یه شیرینی خوشمزه هستش، شیرینی 2 آرد هستش دوستان. اسمش خیلی راحت درست میشه و فوق العاده خوشمزه هستش. میتونید با چند تا قلم مواد ساده توی خونه خیلی راحت درست کنید، از مهموناتون پذیرایی کنید. فوق العاده است دیگه. تا آخر ویدیو کنار من باشید تا با هم درستش کنیم. برای درست کردن شیرینیمون نیاز داریم به 160 گرم پودر شکر. 160 گرم پودر شکر دوستان میشه 1 پیمانه به اضافه 1/4 پیمانه پودر شکر که در مجموع میشه 160 گرم پودر شکر. 125 گرم کره نرم. کره نرم حتما بذارید حداقل 1 ساعت تو دمای محیط بمونه که کاملا نرم بشه کرمون. یه دونه تخم مرغ، 1 بسته وانیل شکری یا نوک قاشق چایخوری وانیل خالص. حالا این ترکیب رو هم میزنیم با همزن برقی تا موقعی که کاملا یک دست بشه. ببینید دوستان 3-4 دقیقه که هم بزنیم به این شکل یک دست میشه. حالا به ترکیبم 160 گرم روغن مایه اضافه میکنم. ببینید دوستان 160 گرم روغن مایه رو من توی پیمانه ریختم، اندازه گرفتم که بدونید که چقدر هستش. یک مقدار از سر پیمانه خالی 160 گرم. اگر ترازو نداشتید خواستید که به این شکل اندازه بزنید، ببینید یه ذره خالی تر از یک پیمانه سرخالی، پیمانه سرخالی هست تقریبا. روغن مایه رو که اضافه کردم یه مقدار با لیسک همش زدم، روغن مایه به خوردش رفت. حالا به این ترکیب 1.5 پیمانه آرد نخودچی اضافه میکنم. آرد نخودچیمو قبلا الکش کردم دوستان. یه بسته 10 گرمی بیکینگ پودر یا 2 تا قاشق مرباخوری سرصاف. آرد نخودچی رو که اضافه کردم یه مقدار همش میزنم. 2.5 پیمانه آرد داریم، اونم قبلا الکش کردم. کنترل شده اضافه میکنیم. شاید یک مقدار حتی بیشتر هم بخواد آرد، ولی بازم کنترل شده اضافه میکنم. نصفش رو اضافه میکنم، یه مقدار شروع میکنم هم زدن تا کاملا خمیرم جمع بشه. یه خمیری میخوایم که جمع بشه، به دستمون نچسبه و در عین حال هم لطیف باشه. ببینید دوستان من الان 2.5 پیمانه آرد رو بهش اضافه کردم، ولی میبینید هنوز کاملا چسبنده است و هنوز حتی خمیرمون جمع هم نشده. حالا من شروع میکنم به این 1 قاشق غذاخوری، 1 قاشق غذاخوری در این حد بهش آرد اضافه میکنم. 1 قاشق تا موقعی که خمیرم اونی که میخوام بشه. ببینید دوستان اندازه 3 تا قاشق غذاخوری بهش آرد اضافه کردم. خمیرم داره شروع میکنه به جمع شدن. حالا دیگه قاشقو میذارمش کنار. خیلی کم روی قاشقم آرد میزنم که خمیر روش رو تمیز کنم. حالا شروع میکنم خمیرمو خیلی کم با دست ورز دادن در حدی که جمعش کنم. ببینید دوستان خمیرمون آماده شد به این شکل. حالا لطافت خمیر رو بهتون نشون بدم. ببین چقدر لطیف هستش، به دستم اصلا نمیچسبه. در این حال خیلی هم لطیف هستش. بیشتر از این بهش آرد اضافه نمی کنیم و حتما میخواید تست کنید یک مقدارش رو تو دستون بگیرید به این شکل منسجمش کنید، گردش کنید، تست بگیریم. ببینید هیچ ترک نمیافته روش، یعنی که خمیرمون آماده است. و یه نکته خیلی مهم که بگم دوستان این که اصلا ما خمیرمون رو ورز نمیدیم، فقط با دستمون جمعش میکنیم. اصلا ورز ندید که خمیرتون به روغن نیافته. حالا روش رو یک فریزر میکشم، میذارمش توی یخچال 1 ربع تا 20 دقیقه. تو این 1 ربع تا 20 دقیقه من فرمو رو دمای 170 درجه روشن میکنم تا گرم بشه. ببین دوستان خمیر شیرینیم رو از یخچال در آوردم، استراحت کرده. میبینید به این شکل. حالا از خمیر شیرینیمون اندازه یه گردوی کوچیک، من به خاطر اینکه یه اندازه بشه از قاشق سوپخوری استفاده میکنم. به این شکل فشرده میکنیم.
گردش کنید. حتما یک مقدار فشار بدی روشو که سطحش صاف بشه. بعد به این شکل میچینیم توی سینی فر. به این شکل آمادهشون کردم دوستان. حالا میذارم همونطور که گفتم فر 170 درجه به مدت 20 دقیقه. فرم رو هم از قبل روشن کردم. گفتم موقعی که گذاشتمش توی یخچال فر رو روشن کردیم که گرم شدش. حالا میذاریمش توی فر تا بپزه و بهتون نشون بدم. بفرمایید دوستان، شیرینیمو از فر در آوردم. بعد اجازه بدیم کاملا خنک بشه، بعدن از سینی فر جدا کنیم. کامل خنک شده. من بافتش رو بهتون نشون بدم. فکر نکنید که مثل شیرینی نخودچی هستش. بافتش کاملا بیسکویتی و تورت هستش. فوق العاده تورت هستش، میبینید؟ و خیلی خوشمزه. فوق العاده است. فوق العاده. کم شیرین هم هستش. حالا من دیزاین روش رو هم انجام میدم و بهتون نشون میدم. بفرمایید دوستان، اینم شیرینیامون. سال نو هم پیشاپیش بهتون تبریک میگم. امیدوارم که این شیرینی‌ها رو درست کنید تو عید کلی از طعم بی‌نظیرشون لذت ببرید و سال خوبی در پیش روتون باشه. کلی دوستتون دارم. همیشه برام کامنت‌های پر انرژی گذاشتید. بعد از این هم تو سال جدید هم منتظر اون کامنت‌های پر انرژیتون هستم و اینکه سال جدید با کلی ویدیوهای جدید و خوشمزه حتما میام پیشتون. کلی دوستتون دارم. ویدیوی بعد همدیگه رو میبینیم.